Trend animation. خوبی بازی موبایلی رویال مچ رو که دیشب بهت گفتم نصب کردی؟ عجب بازی باحالیه. نه خرکی، یادم رفت. آخه کل دیروز و دیشب و درگیر تحقیقاتم بودم. بعدشم تو خودت یه هفته است به خاطر این بازی کار و زندگی رو تعطیل کردی. دیگه زندگی منو به خیال شو خرکی. خودم هزار تا کار و بدبختی دارم. خوبی جان، کار و زندگی رو ول کن. پول توی دنیای گیم این روزا. میخوام اصلا به صنعت گیم ورود کنم و یه بازی موبایلی بسازم که کل دنیا رو معتاد خودش کنه. ای وای خرکی، به مردم دنیا و صنعت گیم رحم کن. آخه با ورود تو به دنیای گیم هم مردم دنیا رو دچار اعتیاد میکنی، هم صنعت گیم رو تخریب میکنی. نه این حرفا چیه داداش؟ قصد من متحول کردن دنیای گیم و سرگرم کردن مردمه. فقط قبلش باید با چند تا از بهترین بازی‌های موبایلی جهان آشنا بشم و اونا رو آنالیز کنم و ازشون ایده بگیرم تا بتونم یکی مثل اونا رو بسازم داداش. آها، پس منظورت کپی برداری از بازی هاست دیگه، درسته؟ نه کپی برداری چیه داداش؟ برادران چینی بهش میگن ایده گرفتن. برادران چینی ها؟ باشه، تو که راست میگی خرکی. به هر حال بیا به تاپلند ببرم تو با چند تا از بهترین بازی های موبایلی جهان آشنات بکنم. شماره 7 رویال مچ. ژانر پازل. ویژگی ها مراحل به شکل خلاقانه و شیک با پاداش های جذاب طراحی شده است. شماره 6 چس پلی اند لرن. ژانر استراتژی. ویژگی ها ارائه درس ها و تمرین های شطرنج برای بازیکنان در سطوح مختلف. شماره 5 کندی کراش. ژانر پازل. ویژگی ها یک گیم پلی آسان و سرگرم کننده همراه با مراحل متنوع. شماره 4 مونوپولی گو. ژانر بازی تخته دیجیتال. ویژگی ها نسخه آنلاین و جذاب بازی کلاسیک مونوپولی با قابلیت بازی گروهی است. شماره 3 کوین مستر. ژانر استراتژی کژوال. ویژگی ها دارای ترکیبی از مدیریت منابع، شانس و تعامل اجتماعی است. شماره 2 پوکمون گو. ژانر واقعیت افزوده. ویژگی ها تعامل با محیط واقعی برای شکار پوکمون ها و شرکت در رقابت های جهانی. شماره 1 گینشین ایمپکت. ژانر نقش آفرینی اکشن. ویژگی ها دارای گرافیک چشم نواز، داستان عمیق و گیم پلی تعاملی در دنیای باز است.